سلام آقا، قبل از اینکه وارد موشکافی‌های هفته جدید بشیم یه خبر موشکافی نشده از هفته قبل باقی مونده که باید حسابشو برسیم. خبر از اون خبرهای عظما لرزونه، یعنی کرک و پریزونه. ملاحظه بفرمایید. عربستان میگوید ائتلافی جدید برای مبارزه با تروریسم تشکیل داده است. سعودی که پایه اصلی جنگ و کشتار 9 ماهه گذشته در یمن است، از تشکیل و رهبری ائتلافی نظامی با حضور 34 کشور اسلامی برای مقابله با تروریسم خبر داده که مرکز عملیات مشترک آن در ریاض است. این خبر واسه عظما و باقی آخوندا حکم فلفل هندی رو داره. از اون فلفلا که لازم نیست بخوری، همین که بوش کنی آتیش میگیری. شیخ فری و دم و دستکاش که کامل لالمونی گرفتن و لام تا کام حرف نزدن، اما از اونجایی که لالمونی اونم در برابر یه چنین خبری خیلی سیته، خرچنگ نظام وارد شد و تو جمعه بازار خورناس کشید. و یک نکته هم در رابطه با عربستان هست. یک طنز سیاسی هفته گذشته منتشر شد که عربستان ائتلاف ضد داعش تشکیل داده. عربستانی که مادر همه گروه های تکفیری است. مادر داعش عربستانه، مادر همه گروه های تکفیری در سوریه عربستانه، مادر همه گروه های تکفیری در هر کجای جهان اسلام عربستانه. این طنز آنچنان خنده‌دار بود که زن جوان مرده را به خنده وامی داره. شما و ائتلاف ضد داعش، شما خودتون داعش پرورید. بدتر از این، شاه عربستان به شاه نیجریه تبریک گفته بر اینکه با تروریست ها مبارزه کردی. انگار این شاه عقلشو از دست داده. زن جوان مرده رو به خنده وامی داره یا خرچنگ ذلیل مرده رو به خورخور میندازه؟ بابا مگه تو نمیگی ضد داعشی؟ خب ائتلاف ضد داعش چه ربطی به تو داره؟ از چی میترسی؟ چی اینجوری جن جنونت کرده؟ نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که عربستان در کجا میخواهد با تروریسم مبارزه کند؟ در سوریه؟ اگر چنین است چرا کشوری که در آن قرار است با یک پدیده مقابله شود در این ائتلاف وجود ندارد؟ اینجاست که تردیدها درباره این ائتلاف و کارآمدی آن بیشتر می شود. آها، از این بیسیزی که چرا ولی امر مسلمین جهان رو تو ائتلاف کشورهای اسلامی راه ندادن؟ خب آخه معلومه که چرا راه ندادن. یعنی واقعا خودت نمیدونی یه استراتژیست دوغکی، کارشناسی، چیزی تو این نظام پیدا نمیشه که جواب همین سوالو بده؟ پیش بینی می شود هدف اصلی این ائتلاف دخالت در سوریه و مقابله با مقاومت است. برخی ناظران می گویند که این اقدام عربستان و متحدانش نوعی واکنش به سیاست‌های ایران در منطقه است. به اینجا که میرسه مخ بسیجی ها به کار میفته. آره دیگه بابا، ترسشون از همینه دیگه. از این میترسن که ته خط نوک پیکان این ائتلاف بره تو چشم و چار ولی فقیه. این همه کشور اسلامی اونم پشت عربستان، خب معلومه ته خطشون چیه دیگه. حالا وسط برجام و برشام یه بزبیاری دیگه هم به کلکسیون مصیبت‌های عظما اضافه شد. بخور سید علی، بخور که بقیهش تو راهه.